هیچ کس درباره این مکانها صحبت نمی کند. چون ورود به بعضی از آنها می تواند در چند ثانیه پایان زندگی باشد. شماره 5 دریاچه ناترون در تانزانیا. آب آن اونقدر قلیایی است که بسیاری از حیوانات را به مجسمه‌های سنگی تبدیل کرده است. شماره 4 جزیره مارها در برزیل. هزاران مار سمی در جایی زندگی می کنند که ورود مردم عادی ممنوع است. شماره 3 دهانه گاز. دروازه معروف به دروازه جهنم که بیش از 50 سال است در آتش می سوزد. شماره 2 جزیره سنتینل شمالی. قبیله‌ای که هر غریبه‌ای را تهدید تلقی می کند. اما شماره 1 ترسناکتر است. دره مرگ. جایی که گرما و شرایط مرگبار باعث شده برخی افراد حتی فرصت فرار پیدا نکنند. اما سوال واقعی اینجاست: آیا هنوز مکان مخفی‌تری روی زمین وجود دارد که دولت‌ها اجازه ورود به آن را ندهند؟ نظرت را در کامنت‌ها بنویس. اگر جرات داری سابسکرایب کن. راز بعدی ترسناکتر از چیزی است که تصور می‌کنی.